پرمسئولترین شخص در تمام جهان، تمام مملکت‌ها پرزیدنت است. چون که تمام خوبی ها یا که بدی ها را میوردگی به ملتش انمو است. مثلا نوزی امیر رحمانов میتونه که مردم برای راست بره، میتونه که باید چقدر برای که حوزی برده است. همین پرزیدنت مونند یک قلب انسان است. همین قلب انسان است که مرکز مونند همین قلب اصلاح شد. گفتی همین پیامبر نازنین ما شما یک حدیث داره که قلب انسان اصلاح شد، درست شد، همه دیگر اعضای انسان نظارت میکنه که برای راست میبره. امیر رحمانов اگر اصلاح میشید مردم شما برای خوب میره، اما متاسفانه بدبختانه اصلاح نشید و اصلاح نمیشه. عموما اصلاح نمیشه. ما هیچ نیتی ندارم نسبتی. نگاه کنید در مسئله مسئولیت، پرمسئولیت ترین شخص شب روز رحمانov است. چون که قسم خورد، میدونید سوگند خورد که مسئولیت امروز و آینده تاجیکستان بر عهده میگیرم. انا که ببینید که در فکر رقص بازی پروا نداره که در تاجیکستان چی گپ میره، میدونه که چی گپ میره، یعنی که پروا نداره، در فکر بهبودی مردم نیست. اینا میگن بی مسئولیتی. فکر میکنه که مسئولیت رقص بازی است، جشن است، کیف صفا است. همین مسئولیت میفهمه. اگر این مسئولیت خدمت به مردم میفهمید میکرد، امروز ما به این درجه نمیومید.